تولی‌نامه برای امروز یعنی سنه 5 اکتبر سال 2020. حمل در این روز از مشکلی های پیش آمده نهراسید. تنبلی کردن و کاری امروز را به فردا گذاشتن را مصلحت نمی‌دهیم. بردباری مولویتان از کارچالانی شما وابستگی دارد. عصبانیتی پیدا شده را رفع کردن دشوار می‌گردد. از پای مستحکم ساختن وضع سلامتی شوید. صبر در جدای کسب و کار موفقیت را انتظار باشید. در حیات صبرهای عاشق مشکلات زیاده سر می‌زند. در حالت عصبانیت و انجقی به مهمانی رفتن را توصیه نمی‌دهیم. در مسائل مولوی باشد پیشروی ها دیده می‌شود. از پای تشویش روزگار سلامتی را فراموش نسازید. جوزا با سبب جمع شدن مشکلی های زیاد روزی وزنین می آید. با شخصی که دوستش می دارید تحفه قیمت بها تقدیم کردن می خواهید. اگر وضع مولویتان امکان می داده باشد خریدن تحفه را به تأخیر نگذارید. در مشکلی های به سرتان آمده به مصلحت دوستان گوش اندازید. سرطان در مسئله های مولوی خیلی احتیاطکار باشید. احتمالی از دست دادن مبلغ کلان وجود دارد. تنها به همکاران دلپور باور کنید. احتمالی با شخص دوست داشته مناقشه کردنتان وجود دارد. لیمو چای با عسل نه تنها خوابتان را به راحت بلکه خستگی را نیز رفع می سازد. اسد روزی سرتشویش است. رفت حادثه های امروز را تغییر داده نمی توانید. به دستگیری و کمک دوستان و نزدیکان از عهده کاری برآمده نمی توانید. از بی‌پروایی و سرکاریتان شخصی که دوستش می دارید می رنجد. بی‌خوابیتان با سبب ناآرامی عصب‌ها و تشویش زیاد است. سنبوله در نزد نفرانی که پیوسته گناه و کمبودی شما را می‌جویند از کامیابی های کسب و کار و معاش خود حرف نزنید. مبلغ پولی را که به دست می‌آورید آوازه نکنید. اگر عاشق شده باشید دوست داشته خود را از دست ندهید. بگاهی روزی برای مناسبت های عاشقانه سازگار است. میزان در مسئله های مولوی از تمام راه و واسطه های دسترس استفاده برده موفق شده می توانید. در جاده محبت شتاب کردن لازم است وگرنه یار را از دست داده سخت راه افتاده شده چند مدت به خود آمده نمی توانید. بیماری معده به ناگه خروج نموده اشتها را گم می کنید. عقرب روزی بابرار است. کامیابی های کاری کمبودی و غلط روزهای پیشین را رفع می سازد. مشکلی های مولوی که از روزهای پیش باقی ماندند یک و یک باره راهی حل خود را می یابند. در مناسبت با شخص دوست داشته جان فدا باشید. محبتتان حتما قدر کرده می شود. به بیماری راههای نفس دقتی خاص دهید. قوس در این روز آرزو و خیال های دستنورس را از سر دور سازید. در جاده محبت به شخص عاشق شوید که به قدر عشقتان می رسیده باشد. سلامتیتان خوب است ولی به هر حال به وضع هوا نگاه کرده لباس پوشید. زکام تمام نقشه هایتان را برباد می دهد. جدی مبلغ خود را برای خرید بیهوده صرف نکنید. شبهه و گمان هایی که نسبت شخصی دوست داشته‌تان وجود دارد با مصلحت دوستی بهترین رفع ساخته می توانید. کوشش نمایید که اولین نشانه های بیماری زکام را تبابت نموده برای دواندن بیماری امکان ندهید. دلو روزی خیلی بابرار است. از تمام امکانیت ها برای خود فایده به دست می آورید. با آسانی رقیبان را مغلوب نموده دشمنان را در حال ناگوار می گذارید. به بیماری گرده و درد میان فارغ بالی نکرده زود از پای تبابت شوید. معاش خود را یک و یک باره صرف نکنید. هوت روزی چندان بد نیست. از تجربه دیگران سبق گرفته برای خود بازیافت‌های نادره می‌کنید. نفری از مهربانی شما استفاده بردن می‌خواهد. هنگام فارغ از کار نزدیکان خود را فراموش نسازید. مهربانی شما دل دوست داشته‌تان را بیشتر گرم می‌سازد.